سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. توی این قسمت ما قراره که جلسه 4 از محیط اسکچر رو با هم دیگه کار کنیم و جعبه ابزار کانسنتریت رو خدمتتون توضیح بدیم. توی جلسات گذشته ما یاد گرفتیم با جعبه ابزار پروفایل، جعبه ابزار اسکچ تول و جعبه ابزار اپریشن کار کنیم و توی این قسمت ما جعبه ابزار کانسنتریت رو خدمتتون توضیح میدیم و پرونده محیط اسکچ رو میبندیم و انشالله از جلسات بعدی ما با حل تمرین خدمت شما هستیم و بعدش هم وارد محیط سه‌بعدی میشیم. فقط اینکه اگر هنوز عضو کانال ما نشدید حتما عضو کانال ما بشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. بفرمایید. خب ابتدا وارد محیط اسکچ میشیم. از منوی استارت، مکانیکال دیزاین و اسکچر، نامش رو تغییر نمیدیم، با همین پارت 1 اوکی میکنیم و وارد میشیم. خب طبق گذشته از ما میخواد که یک صفحه رو به عنوان صفحه اسکچ انتخاب کنیم. فرقی نمیکنه، ما با صفحه ZY وارد میشیم. خب جعبه ابزاری که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم جعبه ابزار کانسنتریت هستش یا همون قیدگذاری. جعبه ابزار مهمی هستش و زیاد طولانی نیستش، چون ما با این 3 مورد آخر کاری نداریم، فقط با مورد اول و مورد دومی توی این جعبه ابزار کار داریم. بازم دوستان هر جایی اگر نکته خاصی هستش که ترجیح میدید بیشتر من راجبش صحبت کنم حتما توی کامنت ها بگید. حالا این نکاتی که من دارم میگم نکات ضروریه. حالا ابزارهای زیادی اینجا هستش شما میبینید، ولی خب ابزارهایی هستش که شما با ندونستنش هم چیزی از دست نمیدید. خب بریم سراغ آموزش. من اول یک خط ترسیم میکنم. به محض اینکه یک خط یا هر ترسیمی رو شما انتخاب میکنید اینجا گزینه اولی فعال میشه برای شما. نگاه کنید، من از حالت انتخاب درش میارم غیر فعال، به محض اینکه انتخابش میکنم فعال میشه. خب من اینو که باز میکنم یه سری آپشن هایی رو به من میده برای قید گذاری. اولین گزینه که الان برای این خط قابل استفاده هستش لنس یا همون طولش هست. اگر من اینو تیک بزنم میبینید که طول این خط رو برای من قید گذاری میکنه. در حالت عادی که این خط من به رنگ سفید رنگ هستش یعنی هیچ قیدی نداره. یعنی خیلی راحت توی صفحه من میتونم بگیرمش جابجاش کنم یا از 2 نقطهش بگیرم و طولش رو کم و زیاد کنم. خب وقتی من انتخابش میکنم و قید لنس رو بهش بدم همچنان رنگش سفید هست. چرا؟ چون هنوز توی صفحه مختصات جابجا میشه اما طولش کم و زیاد دیگه نمیشه، چون طولش قید گذاری شد و ثابت میشه. اجازه بدید من یک خط دیگه ای هم رسم کنم. شما موقعیت های 2 تا خط یا 2 تا اسکچ رو میتونید با نگه داشتن کلید کنترل روی صفحه کلید 2 تا خط رو انتخاب کنید و اینجا پارامترهای بیشتری برای شما نشون داده میشه. به عنوان مثال انگل یا همون زاویه رو برای شما مقید میکنه. وقتی من این رو فعال کنم برای همیشه این زاویه این 2 تا خط همین مقدار باقی میمونه. هر جایی هم ببرم زاویه این 2 تا خط تغییری نمیکنه. یا دیستنس، اگر من دیستنس رو هم انتخاب بکنم اینجا میبینید که رنگ این به رنگ بنفش در اومد. نکته این که زمانی که رنگ به رنگ بنفش در میاد، رنگ اسکچ شما یا قیدهای شما، الان میبینید این اسکچ به رنگ بنفش در اومد و همچنین این قید زاویه هم به رنگ بنفش در اومد. زمانی که این اتفاق میفته یعنی که یک قید اضافی هستش، یعنی نیازی نیستش این 2 تا خط به طور پیش‌ورز با فعال کردن قید زاویه نسبت به هم فیکس شدن. نیازی نیست شما بخواید دیستنس یا همون قید مسافت رو هم اضافه کنید. پس زمانی که رنگ قید یا اسکچ به رنگ بنفش اومد یعنی اینکه شما یک قید اضافی دارید. خب من این رو اگر پاک بکنم، اجازه بدید من کنترل Z بزنم و این قید زاویه رو پاک بکنم.
مجدد این دوتا رو انتخاب میکنم و این دفعه قید دیستنس رو میدم. اجازه بدید من تک به تک فعال کنم. قید دیستنس. قید دیستنس الان میبینید این دوتا رو با فاصله 20 از همدیگه قید گذاری کرد. خب نکته بعدی، برای تغییر دادن این قیدها شما فقط کافیه 2 بار روی هر قید کلیک کنید. الان من اگه 2 بار روی این قید کلیک کنم میتونم طولش رو تغییر بدم. به عنوان مثال من 100 میلیمتر و فاصله رو میخوام که 100 میلیمتر باشه. این دوتا خط برای همیشه فاصلهشون نسبت به هم دیگه تحت هر شرایطی 100 میلیمتر خواهد بود. مجدد من کنترل زد میذارم تا برگردم به حالت قبلی. قید دیگه که اینجا هستش برای دوتا خط قید پارالیزم یا موازی هستش. زمانی که من این تیک رو فعال کنم برای من یک قید موازی میندازه اینجا. این علامت قید موازی هستش، یعنی اینکه این خط یک قید موازی داره نسبت به این خط، یعنی این خط تحت هر شرایطی موازی اون خط میشه و من نمیتونم زاویهش رو تغییر بدم. خب اجازه بدید من یک دایره رسم میکنم اینجا برای اینکه قید تانژانت یا همون تماس مماسی رو هم بهتون توضیح بدم. خب یه نکته متوجه شدید که زمانی که من این دایره رو ترسیم کردم به صورت خودکار این قید قطر رو اعمال کرد خودش. چرا؟ چون اینجا اتوماتیک دایمنشن کانستریت روشن هستش. اگر من این رو پاک کنم و این رو خاموش کنم دیگه هیچ قطری به من نمیندازه به صورت اتوماتیک، ولی اگر این رو روشن کنم، مربع یا هر چیزی یا یک اسکچ بسته‌ای بکشم، خودش قیدهای طول و عرض رو بهش اعمال میکنه. یا اگر دایره بکشم قید قطر رو خودش بهش اعمال میکنه. پس اینم یه نکته، اگر این روشن باشه برای شما خودش قیدهای قابل اجرا رو اعمال میکنه، اگر خاموش باشه قیدگذاری باید به صورت دستی انجام بشه. حالا من اینو خاموش میکنم. میخوام که این دایره مماس بر این خط باشه. خب دایره رو انتخاب میکنم، کنترل رو از صفحه کلید انتخاب میکنم و این خط رو هم انتخاب میکنم. قید تانجنسی رو انتخاب میکنم و میبینید که این خط مماس بر دایره شد. حالا من کنسلش میکنم. نکته‌ای که برای این قید هست، کلا برای قیدهایی که شما دو تا اسکچ رو انتخاب میکنید، با انتخاب اولین اسکچی که اول انتخاب کردید ثابت میمونه، اسکچی که دوم انتخاب کردید حرکت میکنه و میاد مماس بر این میشه. دقت کنید، من تانژانت انتخاب میکنم، دایره ثابت موند و خط اومد اینجا. حالا من میخوام که خط ثابت بمونه و دایره بیاد روی این نقطه به این مماس بشه. پس اول خط رو انتخاب میکنم، بعد دایره رو انتخاب میکنم. حالا من اگه تانژانت رو بزنم میبینید که دایره اومد مماس بر این خط شد. پس اولویت انتخاب توی قید تانجنسی مهم هستش. نکته دیگه راجع به قید تانجنسی من خدمتتون عرض کنم. اجازه بدید من طول این خط رو یه مقدار بیشتر کنم. خب من میخوام خط ثابت باشه، پس اول خط رو انتخاب میکنم، حالا کنترل رو نگه میدارم و دایره رو انتخاب میکنم. اگر من این محدوده از دایره رو انتخاب کنم، این دایره از این محدوده میاد مماس بر این خط میشه. طبیعتا اگر این محدوده رو انتخاب کنم، دایره از این محدوده میاد و مماس بر خط میشه. خب و اگر من این محدوده از دایره رو انتخاب کنم، دایره طبیعتا از این قسمت میاد و مماس بر اینجا میشه. من الان کلید کنترل رو صفحه کلید نگه میدارم و این نقطه از دایره رو کلیک میکنم. حالا قید تانجنسی رو اعمال میکنم، میبینید که دایره از این نقطه اومد و مماس شد. نکته یا قید بعدی که برای خطوط کاربرد داره، من خط رو انتخاب میکنم،
قیدهای هوریزونتال و فیکس هستش. خب هوریزونتال میاد این خط رو در راستای افق مقید میکنه و یک علامت شبیه H اینجا میندازه، مشاهده میکنید. و اگر من این خط رو ورتیکالش کنم میاد یه علامت V میندازه، به معنی اینکه این خط در راستای عمود قید گذاری شده. و قید بعدی قید فیکس هستش. قید فیکس یعنی این خط روی همین موقعیت فیکس بشه. زمانی که من فیکس رو بزنم علامتی شبیه لنگر اینجا ظاهر میشه، به معنی اینکه این قید فیکس شده و رنگ اسکچ من سبز میشه. وقتی فیکس شده طبیعتا نه طولش کم و زیاد میشه و نه موقعیتش جابجا میشه. اگر من این رو بگیرم نه میتونم جابجاش کنم و نه میتونم طولش رو کم و زیاد کنم. خب من یه کنترل زد میزنم. قید بعدی برای دایره ها کاربرد داره. من میخوام که این دایره و این دایره به صورت هم مرکز باشن. دقت کنید من اول کلیک رو روی این دایره انجام دادم. انتخاب میکنم و گزینه Concentrate City رو فعال میکنم. این دوتا دایره به صورت هم مرکز قرار میگیرن. خب قید مماسی برای دایره هم کاربرد داره. من اول این دایره رو انتخاب میکنم و بعد این دایره رو انتخاب میکنم. حالا قید تانژانت رو بزنم میبینید که این دایره میاد و مماس بر این دایره میشه. حالا چرا قطرش بزرگ شد؟ چون ما هیچ قیدی برای قطر به این اعمال نکردیم. خب اجازه بدید من اول یه قید قطر برای این اعمال کنم. برای اندازه گذاری به صورت عددی ابزار بعدی که همون کانسنتریت هستش. من با انتخاب روی ابزار کانسنتریت و انتخاب دایره میتونم قطرش رو انتخاب کنم. یا نه من با قطر کاری ندارم، میخوام بهش شعاع بدم. راست کلیک میکنم و رادیوس رو انتخاب میکنم. اینجا شعاع به من میده. حالا من همون دیامتر یا همون قطر رو انتخاب میکنم. حالا اگر من این دوتا دایره رو به صورت مماسی در نظر بگیرم، این دایره و میاد مماس میشه. همونطور که قبلا گفتم محل کلیک هم تأثیر داره روی قید تماسی. به عنوان مثال من الان این دایره رو کلیک میکنم، میخوام که با این دایره توی این نقطه تقریبا توی این نقطه ها مماس بشه. قید تانژانت رو انتخاب میکنم. البته تماس به صورت خارجی در نظر میگیره اینجا. قید دیگه ای هستش تحت عنوان کوینسیدنس. کوینسیدنس میاد چیکار میکنه؟ نقاط رو روی هم دیگه منطبق میکنه. به عنوان مثال من میخوام این نقطه روی این خط منطبق بشه. دقت کنید فقط نقطه رو انتخاب کردم. کوینسیدنس رو انتخاب میکنم و خط با این نقطه منطبق میشه و یک علامتی اینجا هست، یه دایره تو خالی میفته که به معنی اینکه قید کوینسیدنس روش اعمال شده. برای هم مرکزی هم از این شما میتونید استفاده کنید، به شرط اینکه مرکز دوتا دایره رو قرار بدید. اجازه بدید من دایره رو کوچیک‌تر کنم. من میخوام این مرکز و این مرکز کوینسیدنس بشه. من این رو پاک میکنم. خب برای اندازه گذاری هم که گفتم که فقط قید کانسنتریت هستش. به عنوان مثال من یک پروفایلی رسم میکنم و میخوام که اینا رو اندازه گذاری کنم. قید کانسنتریت رو انتخاب میکنم و یک بار روی خط کلیک میکنم. به محض اینکه کلیک میکنم اندازش رو نشون میده و گفتم که با دبل کلیک روی اون من میتونم اندازه رو تغییر بدم. به عنوان مثال 200. خب این قید هم مثل بقیه، یعنی این ابزار هم مثل بقیه ابزارها با دو بار کلیک کردن روش به صورت دائم فعال میمونه. به عنوان مثال من این رو میخوام بگیرم، این رو قید بدم، این خط و این خط.
دوباره مجدد با کلیک کردن روش یا زدن دکمه اسکیپ روی کیبورد این ابزار از حالت انتخاب خارج میشه. نکته‌ای که قبلا هم بهتون گفتم، زمانی که رنگ اسکچتون به رنگ سبز در میاد یعنی این که اسکچ شما کاملا فیکس شده. الان اسکچ من سفید هستش، فقط 2 تا قید ورتیکال داره و 2 تا قید هوریزونتال داره، یعنی که این خطها به هیچ وجه نسبت به محور هوریزونتال زاویه نمیگیرن. اما میبینید که طولشون کم و زیاد میشه. خب من برای اینکه طولشون رو مقید کنم یه قید به این میدم، یه قیدم به این میدم. خب الان طولش مقید شد. میبینید طول کم و زیاد نمیشه، عرض هم کم و زیاد نمیشه، اما همچنان رنگ اسکچ به رنگ سفید هستش. خب برای اینکه این خط یا این اسکچ رنگش به رنگ سبز رنگ در بیاد باید کامل مقید بشه، یعنی هیچ حرکتی نداشته باشه. اصلا اسمش روشه دیگه، قید مقید باشه، یعنی هیچ حرکتی نباشه. برای این کار من میتونم فقط کافیه یک نقطه یا یکی از این اضلاع رو نسبت به محور مختصات قفلش کنم. به عنوان مثال من این نقطه از این مستطیل رو نسبت به محور هوریزونتال قفل میکنم. میبینید که رنگ 2 تا اضلاع طول مستطیل قفل شد، اما در راستای عرض میبینید که جابجا میشه. خب اگر مجدد من این نقطه رو نسبت به محور ورتیکال هم قفل کنم میبینید که رنگ اسکچ من به صورت کامل سبز ماند و به معنی اینی که اسکچ من کامل مقید شد و هیچ حرکتی نداره. یا این، یا اگر خاطرتون باشه من گفتم که یک قیدی هست تحت عنوان فیکس، یعنی من این رو انتخاب میکنم و قید فیکس رو میزنم. وقتی فیکس رو میزنم مجدد اسکچ من به رنگ سبز در میاد و کامل مقید میشه. یا اینکه نه، حتما نباید نسبت به محور مختصات باشه. به عنوان مثال شما یک نقطه‌ای دارید اینجا، من این نقطه رو نسبت به محورهای مختصات فیکسش میکنم. حالا این رو نسبت، چون این نقطه خودش فیکس هست، هر کدوم از اینها رو، یعنی طول و عرض این مستطیل رو یا هر نقطه ای از این رو من نسبت به این نقطه هم فیکس کنم، چون خود این فیکس هست این مستطیل هم فیکس میشه. بریم با هم تست کنیم. به عنوان مثال من این زل رو نسبت به، الان میبینید رنگ بنفش شد، داره میگه که تو اینجا قبلا این رو انتخاب کردی، مجدد انتخاب شما این رو اضافه میبینه. خب من یک کلیک میکنم اینجا، میگم من این زل رو میخوام نسبت به این نقطه فیکسش کنم. خب مجدد میگم این زل رو میخوام نسبت به این نقطه فیکسش کنم. میبینید که این فیکس شد. حالا اگر من قیدهای این نقطه رو حذفش کنم، مستطیل من هم به رنگ سفید دوباره در میاد، چون میتونه جابجا بشه روی صفحه مختصات. پس ما از این جعبه ابزار فقط از قسمت جعبه ابزار اولی و ابزار دومی مورد استفادهمون هستش و میتونه هر قید زاویه یا هر چیزی رو شما با این ابزار کانسنتریت اعمال کنید. به عنوان مثال من یک لاین اینجا میکشم نسبت به این. خب من میخوام این لاین نسبت به محور هوریزونتال زاویه 45 درجه بگیره. دوبار کلیک میکنم روش و عدد 45 رو وارد میکنم. میبینید که زاویه 45 درجه رو گرفت. مجدد میخوام طولش رو فیکس کنم. طولش رو من 200 وارد میکنم. هر قیدی رو شما میتونید اعمال کنید. میخوام که این نقطه از این کرو نسبت به این خط زاویه طول 150 داشته باشه. انتخاب میکنم. اجازه بدید من یه نکته رو هم اینجا بهتون بگم. شما برای قید طول یا همون فاصله قبل از اینکه کلیک کنید و این فیکس بشه میتونید با راست کلیک کردن موقعیت این رو تغییر بدید. میدل پوینت من بذارم، میاد و این نقطه رو دقیقاً روی مرکز این نقطه قفلش میکنه. نکته دیگه که راجع به این راست کلیک ها هستش،
اجازه بدید من یک خطی بکشم، یک خط هم اینجا بکشم. خب من میخوام که این نقطه رو نسبت به این نقطه، میبینید این کمترین فاصله رو میده. اگر من راست کلیک کنم و هوریزونتال میجر دایرکشن رو انتخاب کنم، فاصله هوریزونتال رو به من میده، ورتیکال فاصله عمودی رو به هم میده و در حالت عادی رفرنس و در حالت عادی هم نو میجر دایرکشن کمترین فاصله رو به من میده. خب اینم نکته‌ای بود در خصوص قیدگذاری فواصل. یه نکته دیگه به عنوان مثال من میخوام دقیقاً مرکز این نقطه رو پیدا کنم. به عنوان مثال من یک نقطه‌ای میخوام بکشم دقیقاً روی مرکز این خط. موس رو روی این خط نگه میدارم و با راست کلیک روی اون مید پوینت رو انتخاب میکنم. این نقطه من دقیقاً روی مرکز این خط قرار میگیره. یه نکته دیگه بگم زمان ویدیو زیاد طولانی نشه. ما اینجا یک ابزاری داریم تحت عنوان اسکچ آنالیز. اسکچ آنالیز اینجاست. کلیک میکنید و اسکچ آنالیز. این اسکچ آنالیز چی میگه به ما؟ اسکچ آنالیز خب این بیشتر برای محیطای سه‌بعدی هستش. زمانی که شما یک اسکچ باز داشته باشید، به عنوان مثال یک خط، این یک اسکچ بازه، یعنی دو سرش بسته نیست، باز هستش این اسکچ. خب نمیتونید ترسیمات سه‌بعدی رو انجام بدید. البته در شرایط خاصی میتونید، اما به صورت عمومی به شما اجازه نمیده. زمانی که من این اسکچ آنالیز رو کلیک بکنم به من میده که من یک لاین دارم که این لاین ایزولیت یعنی اوپن هستش اسکچش و اینجا به من نشون میده یه تا دو تا اینجا علامت دایره میندازه یا به معنی اینکه این لاین باز هستش. حالا اینو که خب میگیم ما با چشم راحت میتونیم ببینید. خیلی وقت هستش که شما با چشم نمیتونید ببینید این خط رو. به عنوان مثال اجازه بدید که من از ابزاری که جلسه پیش توضیح دادم یعنی ابزار تریم استفاده میکنم و این خط رو تا این نقطه تریم میکنم. خب من الان اینو اگه زوم آتش کنم، خب شما الان میدونید اونجا باز هست. خب مشخص نیست. خیلی وقتا پیش میاد که شما نمیتونید تشخیص بدید که اسکچ باز هست یا نه. خب من اسکچ آنالیز رو میزنم، اینجا من میگه که 4 تا کرو داری و اوپنه و این فلش هم که نشون میده اینجا اوپن هستش. خب من مجدد زوم میکنم و این اسکچ باز رو میبندمش. خب این اسکچ باز بسته شد. الان اگر من اسکچ آنالیز بگیرم میگه اسکچ شما کاملا کلوز یا بسته هستش و خیلی راحت میتونم وارد شرایط سه‌بعدی بشم. خب دوستان این ویدیو هم همینجا به پایان رسید. ممنون میشم اگر نظری چیزی داشتید کامنت کنید حتما و اینکه حتما اگر عضو کانال ما نشدید عضو کانال ما بشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. توی جلسه آینده ما با حل تمرین خدمت شما هستیم تا پرونده محیط اسکچ به صورت کامل بسته بشه و این ابزارهایی که خدمتتون توضیح دادیم رو توی تمرین ها حتما پیاده سازی میکنیم. خدا نگهدار.